امروز اومدیم با هم چند تا افکت ماشینی یاد بگیریم و تو ویدیوهامون ازش استفاده بکنیم. افکت اول، یا بهتره بگم ترانزیشن. احتمالاً توی ویدیوهای ادیت ماشینی دیدین که یک جسم از اون ماشین زودتر از خود ویدیو میاد. نمونهشو با هم ببینیم. بعد از باز کردن پریمیه و وارد کردن ویدیوهامون و انتخاب کردن اون قسمتی که میخوایم این ترانزیشن انجام بشه، میای یک جسمی رو انتخاب میکنیم. به عنوان مثال من این چراغ ماشین رو انتخاب کردم. قدم اول چیه؟ از ویدیومون یه دوپلیکیت میگیریم با آلت و درگ و روی لایه بالا کلیک میکنیم. حواسمون باشه که دقیقا رو فریم اول ویدیوی دوممون باشیم. بعد روی لایه بالایی راست کلیک میکنیم و قسمت اد فریم هولد رو کلیک میکنیم. با این حرکت ما یک فریم داریم که همون فریم اول ویدیوی دوممونه. قدم دوم چیه؟ میایم تو پنجره افکت کنترل و قسمت اوپاسیتی با ابزار ماسک میایم این چراغ رو ماسک میکنیم. برای پریویو بهتر من زوم میکنم تا قشنگ ماسک کنم. حالا برای ویدیو من سریع دارم ماسک میکنم، ولی شما حتما توی ماسک کردنتون دقت داشته باشید تا کل سوژه رو یا اون قسمتی که میخواین رو بپوشونه. خب ماسک فدر رو صفر میکنیم و الان که ماسکمون تموم شد روی لایه بالایی راست کلیک میکنیم و گزینه نست رو انتخاب میکنیم و این لایه نست شده رو یک کمی میاریم قبل ویدیو، قبل شروع اصلی ویدیو، و اون لایه رو دیگه اون ورش رو نیاز نداریم میبندیم. خب من پریویو دوباره برگردونم. بعد حالا الان به صورت عادی ما این ترانزیشن رو داریم، ولی گفتم عادی، ما نمیخوایم عادی باشه، میخوایم خیلی قشنگ و حرفه‌ای باشه. پس چیکار میکنیم؟ میایم تو پنجره افکت سرچ میکنیم ترانسفورم، فارسی ترانسفورم، بعد افکت ترانسفورم رو میندازیم روی لایه نست شدمون، میایم بهش کی فریم میدیم. یک کی فریم میخوام که میخوام از بیرون بیاد، از سمت راست تصویرم دارم میخواد بیاد، میبریم سمت راست تصویر و میاریم آخر لایه و دوباره برمیگردونیمش. حالا برای بهتر شدن میایم گرافا رو تنظیم میکنیم. گرافا رو هر جوری که دلتون خواست تنظیم کنین و بعد از تنظیم کردن گرافا حتما بیاین پایین افکت ترانسفورم و تیک این گزینه رو بزنین و شاتر انگل رو ببرین تا 360 که به کارمون موشن بلر بده و این هم نتیجه. بعد شما حالا میتونید با اسپید رمپ کردن و چه میدونم سرضرب موزیک ها این کار انجام بدین که خیلی افکت باحال و جالبیه. افکت دوم چند تا شدن لاستیک ماشینه که حتما توی ادیت های ماشینی حداقل یه بار دیدینش. برای ساختن همچین افکتی ما دوباره میایم از لایه‌مون یه دوپلیکیت میگیریم و با ابزار ماسک، چون ما میخوایم لاستیکمون چند تا بشه، میایم ماسک دایره‌ای رو انتخاب میکنیم و اندازه چرخمون میکنیم. بعد از ماسک کردن ماسک فدرش رو صفر میکنیم و این کاری که من انجام میدم و انجام بدیم. ولی اگه نه دوربینتون به جهات مختلفی میره و شما مثل این حرکت دوربین رو ندارین، باید فریم به فریم ماسکتون رو پوزیشنش رو کی فریم بدید.
ولی حالا من سیم موومنته، من راحت این کارو میتونم انجام بدم. حالا چه کاری؟ میایم توی ماسک پث کی فرمش رو فعال میکنیم و ماسکمون رو انتخاب میکنیم که ماسکمون رو ببینیم کجاست. میایم آخر لایه ویدیومون و دوباره به اندازه لاستیک تنظیمش میکنیم. خب حالا میخوایم ببینیم درست این اتفاق افتاده یا نه. ماسک رو دنبال میکنیم. اگه دیدین بعضی از جاها مشکلاتی داره یا مثلا حرکت دوربین بعضی جاها سریعتر انجام میشه، میتونین حالا چند فریم یه بار بیاین اون اشکالات رو درست کنیم. خب من لایه رو تا آخرین کی فریم ببندم که دیگه بقیه‌اش کار نداشته باشیم و اینم ماسک ترک شده به لاستیک ما. خب حالا میایم لایه‌مون رو نست میکنیم با راست کلیک کردن و انتخاب گزینه نست. میایم لایه‌مون رو نست میکنیم که یه لایه جدید، یه لایه کاملا متفاوت داشته باشیم. حالا اگه ما بیایم اسکیل لایه‌مون رو کم کنیم، میبینیم که این افکت داره اعمال میشه. اعمال چیه؟ خب حالا برای بهتر شدن، ما حرفه‌اییم دیگه، برای بهتر شدن چیکار میکنیم؟ میایم افکت ترانسفورم رو میندازیم روی ویدیو و میایم اول ویدیومون قسمت اسکیل رو کی فریم میریم و یه چند فریم میایم جلو و اسکیل رو یه کمی کم میکنیم. و ما همچین چیزی داریم که خیلی فلت و خیلی تخته، ما همچین چیزی نمیخوایم. پس میایم گراف کی فریم ها و گرافش رو تنظیم میکنیم. این موشن بلرش و شاتر انگلش هم بیشتر میکنیم که موشن بلر به کارمون بره. خب حالا ما یه همچین افکتی رو داریم. اگه آقا میخواین لاستیکا رو بیشتر کنین، از لایه‌تون دوبلیکیت بگیرین و بیاین روی آخرین کی فریم یکم اون لاستیک آخری رو کوچیک‌تر کنین. این شکلی چند تا داریم و هر چقدر دلتون خواست میتونید تو زمانهای متفاوت و جاهای متفاوت ازش استفاده بکنید. میریم سراغ افکت سوم، شیک، که بیشتر موقع به عنوان ترانزیشن ازش استفاده میشه و اول ویدیو میاد توی ادیت های ماشینی. خب این ویدیو ما که میخوایم روش افکت شیک رو اعمال کنیم، میایم تو پنجره افکت سرچ میکنیم افکت ترانسفورم رو میندازیم روی ویدیومون و میایم تو پنجره افکت کنترل تو افکت ترانسفورم میایم انکر پوینت رو روش کلیک میکنیم. چراشو حالا بهتون میگم. میایم برای اسکیل و پوزیشن کی فریم میدیم و اسکیل رو روی کی فریم اول میدیم 110 و پوزیشن رو میاریم بالا تا اونجایی که ویدیومون هست، ویدیومون سفیده. حالا میایم رو انکر پوینت دوباره کلیک میکنیم و اینجا دو نقطه رو میبینیم. حالا این دو نقطه چی میگه؟ میگه این نقطه اصلی ویدیوه و این جاییه که تو بردیش. خب حالا ما 5 فریم میایم جلوتر، 1 2 3 4 5 تا. حالا اینو میگیریم میبریم بالا، دقیقاً اندازه همون قبلی دقیقاً متضادش میبریم بالا. این انکر پوینت رو روش کلیک میکنیم که متوجه بشیم دقیقاً اندازش چقدریه. و الان اینجا این خطای آبیو که میبینین داره موومنت ما رو نشون میده. اگه بیایم اولش میبینین داره اینجا به اونجا حرکت میکنه.
خب حالا میایم دوباره 5 فریم جلوتر، 1 2 3 4 5. حالا میایم نصف قبلی پایین تر، یعنی بین این دوتای پایین. بعد حالا دوباره 5 تا میریم جلو، 1 2 3 4 5. حالا دوباره متضادش دقیقاً و 5 تا دیگه میریم جلو، 1 2 3 4 5 دقیقاً میذاریم سر جاش. و اینجایی که تموم شد اسکیل هم از 110 دوباره برمیگردونیمش رو 100 و افکتو الان نگاه کنیم. خب یه افکتی بر ما درست شد، این افکت شیک بر ما درست شد، ولی هنوز کار داره. چه کاری؟ موشن بلرشو هنوز فعال نکرد. یوز شاتر انگل و تیکشو برمیداریم و شاتر انگلشو میبریم عدد 360 که بهمون یه موشن بلر خیلی خوبی بده. حالا یه بار دیگه با هم میبینیمش. میبینی الان یه شکل خیلی تمیزی ما داریم، ولی اگه یه ذره دقت کنین میبینین این قسمت ها هنوز سیاهی وجود داره. میایم رو همون کی فریمی که سیاهی هست و یه کوچولو میانیمش پایین تر، سیاهیش میره، تمام شد. الان دیگه اون سیاهی ها رو نداریم ما. خب آقا الان از خودتون میپرسین ما هر دفعه بیایم برای هر کدوم از ویدیوهامون اینا رو درست کنیم؟ نه، میاین روی افکت ترانسفورمی که درست کردین کلیک میکنین، راست کلیک، سیو پریست رو میزنین. سیو پریست رو که زدین اینجا هر اسمی که دلتون خواست براش مینویسین. بعد اینجا اگه توضیحاتی دارین هم اضافه میکنین و کلیک اوکی رو که بزنین بیاین تو پنجره افکت و هیچی سرچ نکرده باشین، اینجا خود به خود توی پریست هست. الان مثلا من یه دونه اینجا افکت شیک دارم که خودم قبلا درست کردم، توی پریست ها اینجا هست و حالا اسمش هم میتونین سرچ کنین، مثلا SS شیکی که درست کردم. این توی پنل پریست افکت خودم هستش. خب اینم از آموزش امروز که با هم 3 تا افکت و ترانزیشن ماشینی رو با هم دیدیم. اگه نظری داشتین ممنون میشم تو کامنت ها بهم بگین. اگه ایده جدیدی برای ویدیو گذاشتن و محتوای جدیدی برای من دارین ممنون میشم بهم اطلاع بدین و اگه این ویدیو حتی 1% بهتون کمک کرد خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنین و به دوستانتون معرفی کنین تا از این محتواها بی نیاز نمونید.